به نام یاد خدا بریم قسمت 9 درس 9 شروع کنیم. اون تا فوقویندن بچه این اولش مربوط به فلو مارکت هستش. معمولا شنبه های اینجا مثلا بعضی از شهرها یک منطقه داره مثل بازارچه های خودمون، مثل جمعه بازار، چهارشنبه بازار و اینا مثلا شنبه بازار دارن بعضی جاها، یا حتی بعضی وقتا چهارشنبه بازار هم دارن. مال فلو مارکت هستش، همین جنس های دست دومشون رو بعضی وقتا مثلا میان، مثلا بچهشون بزرگ شده، مثلا لباسای بچه رو میان میذارن میفروشن، یا مثلا میخوان اسباب کشی کنن، یا خیلی ها مثلا چیزای عتیقه‌ای که توی خونه دارن و قدیمیه میان به فروش میذارن. حالا بریم با هم چند تا کلمه‌ش رو یاد بدیم که حالا اینجا توی هوغن هم داره، بعدش میریم با هم گوش میدیم. اینجا بچه ها همش به صورت جمع هستش. دی هنتاشن. بچه ها تاشه به حالا یه جیب میگن یا یه کیف میگن. هنتاشه یعنی کیف دستی. گلد برزن بچه ها یعنی کیف پول. دی بوشا جمع داس بوخ هستش که اینجا چون اوی اوملات گرفته بچه ها، بعد از اوملات دارها سی ها صدای ش میده، میشه بوشا. موزیک اینسترومنت یعنی حالا وسیله. موزیک این وسایل حالا ساز و آهنگ هستش. دیفوس بله جمع بال بچه ها، فکر کنم داس بال هستش یا در بال که جمعش میشه بله، ای اوملات میشه فوس بله. گلیزا دی گلیزا جمع گلاس هستش. داس گلاس جمعش میشه دی گلیزا. جمع رو یاد بگیریم بچه ها. دی شوه که چون همیشه دوتا هست جمعش میشه دی شوه. دی کافه ماشینن کافه ماشینه هستش. کافه که هیچی، ماشینه دی ماشینه جمعش میشه ماشینن. فوتو آپارات حالا همین دوربین عکاسی. و وینتاج زمستون. یاک دی یاکه هستش که جمعش میشه یاکن. وینتا یاکن هم که میشه همین کاپشن و اینجور چیزا. یاکه بچه ها معمولا به کاپشن گفته میشه. پولووا اینا فرق میکنه. میتونیم برین، من خودم موقعی که درس میخوندم توی گوگل میزدم که بفهمم فرقاشون چیه. مثلا به چی میگن یاکه، به چی میگن بلوزه، به چی میگن فلان و اینها، یا حوزه یا همد داست همد اینها. عکساشو که بزنین هم چیزو عکسشو میاره، مدل مختلف رو میتونیم ببینیم. حالا قسم این یکی دی کومیک هفته. هفتم بچه ها داس هفت هستش به معنی حالا دفتر، دفترچه که اینجا جمع شده هفته. خب بریم با هم پایین که حالا نوشته فلو مارکت alle im Kurs welche Wörter kennen Sie sammeln Sie an der Tafel. تافل بچه همون جدول رو میگن که حالا داره میگه کدوم ها رو میشناسین توی تخته بنویسین. خب بریم سوال. Dialog 1. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, was kosten denn die Handtaschen hier? Die braune 20 Euro. Und die schwarze hier 10. Zeig. اوکی بچه ها دیدین که پرسید که این هنتاشا چنده، که گفتش این مثلا قهوه‌ای سوانسیش و اون سیاه مثلا 10 یورو. بریم ادامه گوش بدیم. واس کوستن یعنی هزینه چقدره. Sie mal. Echt Leder. Top Qualität. Sehen Sie? Ja. بچه ها لدا اینجا بنویسم براتون یعنی چرم. اشتم که یعنی واقعی. اشتا لدا یعنی چرم واقعی هستش. Aber der Preis. Okay. Sagen wir 20 für die braune und die schwarze Tasche. Ist das ein Deal? Ich weiß nicht. Und die Schuhe? Welche? گفتش که حالا پرایس بچه ها، حالا میریم جلوتر کلمه هاشو میخونیم، یعنی هزینه شکم زده. بعد گفتش که خب باشه سوانسش
یعنی 20 یورو بده برای دوتا تاشه، دوتا رو با هم بده. که من گفت نه نمیدونم. E-Schuhe? Welche? Dialog 2. Toll! Die alten Mickey-Maus-Hefte. Die habe ich noch nicht. Entschuldigung? Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Die Comic-Hefte hier. Was kosten die? 1 Euro das Stück. Okay. Das sind 12 Hefte. Ich nehme sie alle. 10 Euro. Ist das okay? Ja, ja, das passt. Danke. اوکی، بعدش گفتش که حالا این میکی موز هفته میکی موز داره میخوامش. گفتش چقدره؟ که گفتش پرو اشتوک بچه یعنی تیک، یعنی هر تیکش، هر قسمتش 1 یورو. گفت 12 تا، من 10 یورو میدم برای همش. گفتش این اوکی؟ گفتش آره خوبه. Bitte. Und viel Spaß damit. Tschüss. Dialog 3. Wow, ist das eine Leica? Ja, eine Leica M2 aus dem Jahre 1958. Und die funktioniert? Ja, sicher. Diese Fotoapparate haben die allerbeste Technik. Sehen Sie das Objektiv hier? اوکی، بعدش گفتش داشت فوتوآپارات یا همین دوربین رو معرفی می‌کرد. گفتش چقدر قدیمی و هنوز کار میکنه، فونکسیونیت است. بعد گفتش که آره بابا کار میکنه و هنوز من ازش استفاده میکنم، که داشت بعدش معرفی میکنم. خب بریم بچه ها ادامه. اینم از این بود. Was gibt es auf dem Flohmarkt. حالا گفتش که چه چیزایی وجود داره معمولا. Sagen Sie auf die Bilder و oben و besprechen. در موردش صحبت کنیم. مثلا es gibt Handtaschen. Was gibt es noch auf. مثلا es gibt schon Gläser. Es gibt schon Schuhe. Es gibt alles. بچه حالا میتونین اگه این قسمت حقن و چیزی رو متوجه نشدین توی کامنت ها بگین که من دوباره توضیح بدم، یا اینکه بچه سعی کنین چندین بار گوش بدین و بنویسین. نوشتن حقن به سرعت عمل شما در آینده خیلی کمک